امروز میخوایم با هم بریم به کاخ نیاوران، اقامتگاه تابستانی محمد رضا شاه پهلوی، تا از اتاقها و زندگی شخصی آخرین شاه ایران اطلاعاتی کسب کنیم. وارد کاخ که میشین، عمارت صاحب قرانیه رو رد میکنیم و میام به سمت کوشک احمدی. این تصویری که میبینید کوشک احمدیه که خوابگاه ییلاقی احمدشاه قاجار بود و بعد میشه دفتر کار محمد رضا شاه پهلوی و در آخرم میشه محل کار و زندگی ولیعهد ایران یعنی رضا پهلوی، که حالا میریم داخلش و وسایل شخصی رضا پهلوی و همچنین هدایایی که زمان قدیم به ایران اهدا کردن تو اونجا به صورت موزه مانند هست. به نظرم جالب میشه همینجور که دارید بنا رو میبینید من از زندگی شخصی و خصوصی محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی بگم خدمتتون. اواخر قرن 13 خورشیدی توی روستای کوچیک به اسم آلاش در سوادکوه یک پسر بچه به دنیا اومد که بعداً اسمش توی تاریخ ایران موندگار شد، رضا پهلوی. پدرش عباسعلی داداش بیگ از سربازان قاجاری بود، ولی وقتی رضا هنوز خیلی بچه بود فوت کرد. مادرش نوشافرین یک زن گرجی تبار بود که مجبور شد تنهایی پسرش رو بزرگ کنه. پس نوشافرین از سوادکوه به تهران مهاجرت کرد. رضا وقتی دست چپ و راستش رو شناخت به قزاق‌ها پیوست و زود خودش رو از یک سرباز صفر رسوند به شاه مملکت. رضا شاه توی زندگیش 4 بار ازدواج کرد. ازدواج اول، خب اینجا دارید نمای بیرونی کاخ اصلی رو نگاه میکنید. این کاخ رو محمد رضا شاه پهلوی ساخته. البته قبلا تو زمان فتحعلی شاه یک کاخ کوچکتری بوده، اونو تخریبش کردن، اینو به جاش ساختن. وقتی وارد کاخ میشید یه سرسرای بزرگی هست که تو اون اتاقهایی مثل سینمای اختصاصی، اتاق غذاخوری، سالن پذیرایی، اتاق انتظار، راهرو فرعی و تالار آبی و اینجور چیزا درش هست. رضا وقتی هنوز یک سرباز ساده توی غذاخونه بود با دخترعموی خودش یعنی مریم سوادکویی ازدواج کرد. ازدواج سنتی بود و دوامی نداشت و حاصل این ازدواج یک دختر به اسم همدم السلطنه پهلوی شد. ازدواج دوم، چند سال بعد رضا خان که حالا توی ارتش پله های ترقی رو بالا میرفت با تاج الملوک آیرملو ازدواج کرد. تاج الملوک دختر تیمورخان آیرملو بود که یکی از افسران قزاق میشد و از مهاجران قفقازی، فکر کنم مال باکو تو جمهوری آذربایجان فعلی بودن. تو این کاخ یک نیم طبقه هم هست که عموما دفتر کار و کنفرانس بوده. بچه های این ازدواج شدن محمد رضا شاه پهلوی که ولیعهد و بعدن آخرین شاه ایران شد، اشرف پهلوی دوقلوی محمد رضا شاه بود که زنی سیاستمدار و با نفوذ بود، علی رضا پهلوی برادر کوچکتر محمد رضا که یک نظامی ماجراجو هم بود، شمس پهلوی خواهری که زیاد در رأس امور نبود و بعدن به آمریکا رفت. اما میرسیم به طبقه سوم. تو طبقه سوم استراحتگاه نیمروزی محمد رضا پهلوی، اتاق آرایش و لباس فرح دیبا و همچنین اتاق فرزندانشونه. لباسهای مجلسی و نفیذ فرح به همراه لباسهای نظامی شاه هم تو اونجا گذاشته شده برای بازدید عموم. وقتی رضا شاه توی سال 1304 پادشاه شد، تاج الملوک هم شد ملکه ایران. ازدواج سوم رضا شاه. بعد از شاه شدن رضا شاه یه زن دیگه گرفت، قمرالملوک امیر سلیمانی، دختر یکی از خانواده های اشرافی که اما این ازدواج هم خیلی زود به جدایی کشید. یه چیز جالب کاخ اینه که سقف کاخ باز میشه. تنها فرزند این ازدواج هم غلامرضا پهلوی بود، شاهزاده‌ای که تو ارتش و ورزش فعال بود. میرسیم به ازدواج چهارمش، عصمت الملوک دولتشاهی که همسر محبوب و سوگلی رضا شاه بود. حاصل این ازدواج هم 5 فرزند بود: عبدالرضا پهلوی، احمد رضا پهلوی، محمود رضا پهلوی، فاطمه پهلوی، حمید رضا پهلوی. در آخرم وقتی همه جا رو دیدید میتونید بیاد به موزه خودرو تو انتهای کاخ دیدن کنید که بلیط هم نمیخواد، رایگان بازدیدش. رضا شاه که با قدرت و اراده آهنین ایران رو متحول کرده بود، فکرش رو هم نمی کرد که یک روز بی هیچ مقاومتی مجبور به ترک ایران بشه. ولی سیاست بازی بیرحمیه و جنگ جهانی دوم همه معادلات رو تغییر داد. سال 1318 شمسی
جنگ جهانی دوم شروع شد. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، ولی این برای انگلیسی‌ها و شوروی کافی نبود. رضا شاه با آلمانی‌ها رابطه تجاری داشت و این برای متفقین عملاً خطرناک بود و بهانه کافی بود برای اشغال ایران. 25 مرداد سال 1320 انگلیس و شوروی از شمال و جنوب به ایران حمله کردند و تهرانی که یک روز رضا شاه خودش با قزاق‌ها فتح کرده بود حالا دست دشمن افتاده بود و اون عملاً شده بود هیچ کاره. مجبورش کردن که استعفا بده و اونم پذیرفت و تو سال 1320 استعفا داد و بعد محمد رضا پهلوی پسرش به عنوان شاه جدید معرفی شد. انگلیسی‌ها و شوروی‌ها اجازه ندادن حتی رضا شاه تو ایران بمونه. اونو تبعیدش کردن به جزیره موریس توی وسط اقیانوس هند. تو این تبعید همراهانش کی بودن؟ همسر آخرش که گفتیم اسمت الملوک دولتشاهی و پسر کوچیکش علیرضا پهلوی. تا اینکه تو 4 مرداد سال 1323 رضا شاه تو سن 66 سالگی فوت کرد. گفتیم وقتی که رضا شاه استعفا داد و به تبعید رفت، پسرش محمد رضا پهلوی که هنوز خیلی جوان بود تاجگذاری کرد. وقتی محمد رضا هنوز خیلی جوان بود، فوزیه که دختر ملک فاروق شاه مصر بود به عنوان همسر اول انتخاب شد. ازدواجشون بیشتر جنبه سیاسی داشت تا روابط ایران با مصر و دنیای عرب رو تغییر بده. اما این ازدواج زیاد دوام نیاورد. زندگیشون پر از اختلافات فرهنگی و شخصی بود و بعد از چند سال به طور رسمی از هم جدا شدن. حاصل این ازدواج تنها یک فرزند بود، شاه دخت شهناز پهلوی. بعد از طلاق از فوزیه، محمد رضا دوباره به فکر ازدواج افتاد. این بار همسرش رو از داخل ایران انتخاب کرد. محمد رضا با ثریا اسفندیاری دختر میرزا یحیی خان اسفندیاری ازدواج کرد. اما این ازدواج هم به خاطر ناتوانی ثریا در بچه‌دار شدن زود به پایان رسید که می‌رسیم به ازدواج سوم محمد رضا با فرح دیبا. فرح دختر یک خانواده ایرانی از طبقه متوسط بود و با اینکه از نظر طبقه اجتماعی پایین‌تر از همسران دیگه شاه بود، اما زیبایی، هوش و شخصیت جذابش نظر شاه رو جلب کرد. حاصل این ازدواج یعنی ازدواج فرح و محمد رضا عبارتند از اولین فرزندشون رضا پهلوی بود و وقتی به دنیا اومد به عنوان ولیعهد ایران معرفی شد. فرزند بعد فرهناز پهلوی بود که حاشیه کمتری داشت. علیرضا پهلوی پسر دوم محمد رضا شاه بود که شاید به خاطر روحیه حساس و تنهایی که داشت بعداً دچار مشکلات روحی شد و تو سال 72 خورشیدی وقتی که تو آمریکا بود تصمیم گرفت زندگی خودش رو به پایان برسونه و خودکشی کنه. فرزند آخرشون هم لیلا پهلوی بود که دختر کوچیک این خانواده میشد. اونم زندگی بسیار پرحاشیه‌ای داشت و تو سال 81 خورشیدی تو پاریس فوت کرد و دلیل مرگش هنوز هم مشخص نیست. بعد از انقلاب رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران به همراه خانواده‌اش مجبور به ترک کشور شدند. در تبعید رضا پهلوی تلاش کرد در کنار زندگی شخصی خودش فعالیت‌های سیاسی مختلفی هم انجام بده. در این دوران رضا پهلوی زندگی خانوادگی جدیدی رو آغاز کرد و با یاسمین اعتماد امینی دختر یکی از چهره‌های برجسته ایران مقیم آمریکا ازدواج کرد. حاصل این ازدواج هم 3 دختر شد: نور پهلوی، ایمان پهلوی و فرح پهلوی کوچک.